خیلی قابل تقدیره که به خودت اهمیت میدی و این تمرین رو انجام میدی. ممنونم. ازت دعوت میکنم اگر برات امکان داره در یک فضای خلوت و آروم قرار بگیری. اصلا مهم نیست که ایستاده باشی، نشسته باشی و یا حتی دراز کشیده باشی. اگه مایل هستی چشمات رو ببند و با چشمانی بسته تمرین رو آغاز کنیم. در این گاه در خودت قرار بگیر و آگاهیت رو به تنت بیار و رها کن. در خودت قرار بگیر. برای لحظاتی میخوایم مشاهده‌گر باشیم. توجهت رو به نفست ببر و آگاه باش که چطور داری نفس میکشی. ریتم طبیعی نفست رو دریاب. دم و بازدم آگاهانه. آگاه به دم و بازدم. توجه کن به هوایی که با هر دم وارد بدن میشه و با بازدم خارج میشه. این مسیر دم و بازدم رو دنبال کن. دم و بازدم آگاهانه. آگاه به نفس. یادمون باشه توی این تمرین چیزی که مهمه اینه که آگاهیت رو به نفست بیاری و هیچ چیز دیگه ای اهمیت نداره. دم و بازدم. در این لحظه اینجا هستی، در اکنون. آگاه به دم و بازدم باش. در این گاه هر وقت مایل بودی میتونی به آرومی چشمات رو باز کنی و از تمرین خارج بشی و یا تمرین رو ادامه بدی. یادت باشه با چشمان باز هم میتونی این قرار در خودت رو حفظ کنی.